بسم الله الرحمن الرحیم. افغانای عزیز، خواهران، برادران، خردسالان، کلانسالان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جاوید پوپل هستم، یکی از آوازخوانای کوچک افغانستان. قضیه دینروز در شاد دوشمشیره یا زیارت بسیار یک قضیه نامردانه، یک قضیه بسیار خراب، یک قضیه بسیار خلاف دین ایره مرزیابی کردم. اول باش که حالا باش ملا صاحبای ما فتوا نتن که ولای در این کار که غرض گرفتی ضد دین اسلام شاید باشه یا ضد دین اسلامی حرف میزنه. از افش مسلمان هستم. نام محمد جاوید پوپل است. در سال 99 حج کردیم، حج اکبر. 4 دانه اولاد دارم: محمد علی، محمد عمر، زلیخا، عدیس. خانمم از افغانستان نیست، خارجی است، مسلمان شده، کریستیان بود، حجاب می پوشه، 5 وقت در خانه مازان است. خودم مکتب اتقوا را خواندیم در برد. کلگی میفهمه که مکتب اسلامی کس اتقوا کسایی که بیخی از این دلتان جمع کنم. از نگاه دینیم میفهمم، 5 وقت نماز خودم میخوانم. در اینجا کرد کس که مرا میشناسه و میفهمه که این نفر مسلمان است. ملا یکی عالم دین است که علم دینی داره، او همه چیز میفهمه. یکی از ملای که 4 کتاب خوانده، او نه سویه داره، نه علم داره، لوده، جاهل، احمق، بیشور، که امروز کل افغانستان از دست از اونمو پدر سگا تباه و برباد است. این سیاست تکلیف عصبی داشت و به خاطر تعویض رفته بود دوجه از پیش ملا خواسته بود که تا جایی که من ارزیابی کردم و همون چیز شه. گفت پیسه ما پس بده. گفت نمیتونم تا پیسه تا. و شام در دستش بوده، شام چپا کرده، گفته که الک قرآن در داد و بگی مردم که بگوی الک بینی تا پیشک بود، خب بیاز نمیبینه که بینی هست نیست. لغتکاری همین کسایی که را زده لغتکاری کرده، از او کرده نامرد، از او کرده معفول، از او کرده بی غیرت، از او کرده بی ننگ، از او کرده کم صفت. دمی کل افغانستان شاید نباشه. یک ذره عقلتان در کار پرتین، یک ذره امو سیاست کجاش تو غیرتتان که قرآن شریف امریکایی که در داد چرا نرفتین پیشش؟ که اسلام دوست دارین و یک مسلمان هستین، میرفتین نی خود در مابین بیسایش متر آمدین، خود آتش میزدینش. میرفتین بیادرایتان که در فلسطین و در ایجای امریکایی ها کشتک، میرفتین استاد میشتین، جهاد میکدین. که در اوجا باز الله اکبر باز امون پدرنالت معفول جامعه که بروتای خدا نکنه قمانده، باز که عکسای دخترای فیلم های ایندی را منداخته. بی غیرت. به خدا من به قسم میخورم به ذات الهی که تو پیشانید در زمین اگه تو بچه بیریش نباشی مرن تو سندر کش کو. به خدا اینه من خو میشناسم، آدم شناس هستم. تو به خدا زنگ جامعه هم بسته کردی، تو بچه بیریش هم بودی. تو یک سیاست را همونطور یک سیاست را بی غیرت ها در مابین سرک مندازین، از این که محاکمه کنین. اوجه یک 4 دانه پدرنالت آفیسر که باز امروز هم بروتی پدرنالتش رشوتخور بیناموس هم شیشته و افسر میگه که ما در محل حادثه نبودیم. در اوجه استاد بودی، در پشروی آفیسرهای در داده. کدام دولت او رئیس جمهور مرسه که بودن باز و دیگه چه سر که سرخی و سفیده. ای بد پدرتان نالت، ای بد پدرتان نالت، ای اولادای یزید ارامی، ای چوچای کافر. ملا 4 کتاب میخوانی، کل فساد در کون ملاست امروز. ملا تعویض حرام نیست؟ زیارت حرام نیست؟ نیست حرام؟ استاد بشین
گپ میزنین از اسلام، تمام روز کلش سر پیسه، کلش سر شیطانی، کلش سر رزالت، کلش قرآن شریف بر مردم تشریح هم میکنه، فقط عربی خونده میرین ماناش هیچ کس نمیفهمه. بم بسته که در جانت برو خدا بپران در جنت میری. ای بد پدرتان نالت کزی اسلام شما چی جور کردین. ای بد پدر مادر تا نالت که شما را تولد کرده که شما از اسلام چی جور کردین. یک سیاسر مسلمان اسلام میره گفته که تو سیاسر در بته. ای در کدام قرآن نوشته است؟ در کدام کتاب نوشته است؟ در کدام امی رقم امی تمام روز پیسه به نام اسلام وطن فروختین، به نام اسلام مادرتان فروختین، به نام اسلام سر مملکت ایران، سر پاکستان، سر هزار مملکت آوردین به نام اسلام. مملکت ما رو تباه کردین، مردم بیچاره ما رو بی خاک، بی فرهنگ، به نام مذهب، به نام چیز علم دینی رو نه بر کس آموختین. چی فایده که قرآن شریف یاد داشته باشی که معنایش نفهمی؟ چی فایده که مردم بیچاره و مسکین و تمام روز زیر لغت پرتی بکشین؟ ای اسلام شد. ای اسلام شد. خداوند گفته که تو مدد میخوایی از ما بخوای، نه از زیارت. نه از که برو در زیارت یک انسان بوده وام که شهید شده در راه اسلام، از او نخوای. اونجا جانان پروردگار پاک بالای سرت تو رو میبینه، اعمالت میبینه، از او کمک بخوای. فقط 4 کلمه که عربی فهمید خلاص استاد شد. دم بین چیز کلش جاهلیت، اینه ریش اینه قریش مانده، عقل خالی، فهم و دانش اصلا نیت نداره. از دین از مذهب گپ میزنه، از دین و مذهب میره گفته که تو مرده یک مسلمان بگی زیر لغت زیر موترش کو درش بته. آیا محکمه، آیا دولت خب از پدر نالت وجود نداره. یکیش بوده نباز دیگه شما آرایشگر، پیسا چور چپول، مردم هم بیادر فرهنگ، دانش، عقل، حرمت، عزت هیچ چیز برش نمانده. یک 4 نفر اون دوشار بازاری سوس و لچک میگرده که وان بیادر گاهی بیرق بالا کو، بازوست که دول نغاره میشه بازو بیرق بالا کو. بله از خدا یک ذره بشرمین، یک ذره شرم کنین، یک ذره یاد بگیرین، یک ذره عقل پیدا کنین، یک ذره شعور پیدا کنین. یک سیاسر مریض کسمتو میزنه، یک سیاسر بیچاره رمتو زیر لغت مندازه، سرش موتر چیز میکنه. سر مولا قرآن عظیمشانه. ما به خدا به خو خود دیدیم که این زن گناهگار نبوده. یک تکلیف عصبی نصف عمر از او 30 سال شد 40 سال شد که در وطن راکت بیا راکت برو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استاد شو بیادر نماز باز که این برام غیبت شروع، وطن فروشی شروع، پدر نالتی رزالت شروع. هر گپ که ملا بزنه باید کل گپ از درست است دیگه. مردم که گپ بزنه خلاص منکر از دین شد. طالب آمد، مردم بیچاره مسکین کمبخت مسکین 1000 سال در مملکت کلمه خوان، بدر تایش کرد گفت بگو کلمه تا بخون ترق بدر مرمی گرد تکلیش داش آمد. بدر اصلاح شوین بلیاز خدا، اصلاح شوین. 1000 مملکت آمد در سرتون راج کرد، امیال میکنه. نفروشین خدا. اسلام بر مردم بابا جور نکنین. دین اسلام یک دین مقدس دین است که میکن سنس، یک دین است که باور، یک دین است که خودداری، یک دین است که آرامیت، یک دین است که انسانیت، یک دین است پاک
او را بر مردم تردیتر بر مردم ایره چیز نکنین. بر لیاز خدا به یک لقمه نان به یک چند روپه خدا نفروشین. مردمتان تباه و برباد نکنین. دین مذهبتان تباه و برباد نکنین به نام ملا مولوی یا مردم تباه و برباد نکنین. خدا به برکت این شو روز جمعه برقرار که امروز رفتم، خدای دیگه هر ملایی که نفاق مندازه، هر ملایی که پدرنالتی میکنه، رزالت میکنه، تباه و برباد، بیازه تباه و برباد است که نان بگداستن، کلش دستشان بگدایی دراز. بازم میگم عالم دین نمیگم که فهم دانش دین داره، یعنی می 4 دانه پدرنالته که امروز نمیتر مردم ما را به خانه و به جای و به کلش وطن ساخته، یعنی میاره میگم به غیرتا. و سال نو بر من تبریکی بتین در مابین فیسبوک، به خاطر که سال نو ما هیچ نداریم اصلا. هیچ رقم سال است؟ هیچ سال نو امسال هیچ سال نو من تجلیل میکنم، نه بر کس تبریکی میتم، نه بر امی سال نو است. امی رقم مردم، امی رقم امی جهالت. با خدا خجالت میکشیم، با خدا میشرمم. تلویزیون سیل میکنیم، اینترنت سیل میکنیم، مردم بیچاره کمبخت فقیر مسکینی که در بین افغانستان 1-4 نفر امونجا مانده، امو رو بله از خدا روی تان پروردگار عالم ببین، امو رو آرام بانین، وردارین همین چیز دین و مذهب به طریقه صحیح یاد بگیرین، به طریقه صحیح بفهمین. ای تعویض و ای تومار و ای چیزا را پشت شیلا بتین، بله از خدا و ملا کسیفای نکبتای قوم شرم. درد سر زیاد نمیتونم تانه افغانای عزیز، یک ذره بازم سر به گریبان بیارین، همین مردم رو بشناسین و نالت خدا بر سر از این مردم کنین. و همون کسی که هم بروتایش نقنقه گفتم همین مردر در میتیم، همون رو فقط از یک لن کشال کنین، فقط توتش کنین، در جانش فقط مرچا و نمک یارا بزنین که دیگه فنیادش شد، دیگه سر یک سیاسر مسلمان، سر یک سیاسر افغانی رقم دست خدا بالا نکنه. خدا حافظ و ناصر شما باشه. الله حافظ.